اگه بدونی با لبو میشه چه چیزای خوشمزه‌ای درست کرد، همیشه توی یخچالت 1 کیلو لبو رو داری. قراره با هم دیگه این دسر خیلی خوشمزه و خوش رنگ رو درست کنیم که با هیچ رنگ خوراکی درست شده و به همین قشنگی هم می‌خوایم از قالب درش بیاریم. برای درست کردنش نیاز به مواد خاصی نیستش، یعنی تمام موادش همه در دسترسه و اونقدر چیز عجیب غریبی نیستش. و اینکه تمام توضیحاتم داخل کپشن نوشتم، حتما کپشن رو بخون و این خوشمزه رو میتونی حتی برای شب یلدا هم درستش کنی. اول از همه پودر ژلاتین و شیر رو با هم دیگه مخلوط میکنیم، میذاریم روی بخار کتری و میایم سراغ بقیه مراحل. لبوها رو که از قبل پختیم و خنک شده، حالا پوستشون رو میگیریم، به قطعات کوچیک تقسیم میکنیم و توی خردکن میریزیم. شما میتونید اگه خردکنم ندارید با رنده خوب رنده کنید و با گوشتکوب بعد لهش کنید، فقط نباید ذراتش درشت باشه. بعد بهش شیر و خامه صبحونه و پودر ژلاتین و شیری که روی بخار کتری گذاشتیم و اضافه میکنیم و خوب با هم دیگه میکس میکنیم. دیگه موادی که با هم دیگه خوب میکس شدهش به این خوش رنگی در میاد. بریز توی قالبات. حالا هر قالبی که دوست داشتی میتونی استفاده کنی. این قالب سیلیکونی هم خیلی کاربرد دارن، حتما یه دونه از اینا تو خونه داشته باشین. برای قالب فلزی حتما چربش کنید. بعد از 6-7 ساعت که از یخچال درش آوردید بذارید توی آب جوش و به همین قشنگی هم در میاد. مرسی که تا آخر کلیپ همراهم بودی.